دار بود و همان شکمش آشکارا نمایان بود. یک معرکه هست، بچنان رقص دارد، حامله است. طبیعت آدم مسلمان نخواه که مایه گسله و مایه بقه و دیگر خرد. این قدر مثال طبیعت مثال غلیظ پلیده. با سوال من جواب گویید، از پس آدمی که زنش را طلاق کرده است آیا نماز خواندن جایز است یا نه؟ که یک منظره خنده آور بود و هم مصیبت آور بود. من همون هیچگاه فراموش نمیکنم. وقتی زنی را دیدم، دروغ است، فرزند من از جنگ فرار نکرده است. این پادشاه گفت من برای تو از منبع‌های اعتمادی خبر داده ایستادم. بیرون از شهر یک لشکر جمع شده است و میخواهند که با افغانستان هجوم کنند و این ملک ما و شما را تار و مار کنند. دود می شود یک حق پدر همین است که موی سر کودک باید تراشد و مقدار همان وزن موی سر باید که طلا دهد. شاید موی سری که ما جوانان نیمش را بریده خود را زیبا میکنیم، این مو به نام تیتانیک مشهور است، جایز است کردنش. از آن جمله من برای این برادر یک حکایه میکنم و از زن خود اگر این معامله را طلب کند انشاءالله خدا را فرزند خوب میدهد. میگوید در افغانستان یک زمان یک پادشاهی بود به نام دوست محمد خان. روز میگوید نوکرای او، خدمتگارهای او به او خبر آوردند که امیر دوست محمد خان بالای بیرون از شهر یک لشکر جمع شده است و میخواهند که با افغانستان هجوم کنند و این ملک ما و شما را تار و مار کنند. چگونه ای که امروز بیچاره مردم مستضعف افغان در زیر ظلم این یهود گرفتار است، باید همه شما وظیفه‌دار هستین که دعا کنین که خدای مهربان این یهود از بالای قوم مسلمان دور بگرداند. اونا هیچ وقت برای نیکبختی این مردم آمدگی نیستند، اونا برای افلاس، برای پلید کردن جامعه اسلامی آمدگی هستند. میگوید یک لشکر بیرون همان افغانستان قرار دارد، میخواهد که ملک تو را، سلطنت تو را همش برهم دهد. این دوست محمد خان غمگین شدند و یک فرزند داشتند. این فرزند را در حال وزیر مدافعه اعلان کرد، یعنی سردار لشکرهایی که در همون ملک خود داشت اعلانش کرد، با چند هزار لشکر سپارش داد که رفته با این لشکری که بیرون شهر قرار دارد با این جنگ کنید، بجنگید تا که اینها وارد افغانستان نشوند. این جوان، این پسر دوست محمد خان با همراهی لشکر بیرون شهر آمدند، با این لشکر بیگانه جنگ را آغاز کردند. از بین هفته گذشت، یک نفر آمد و خبر داد امیر دوست محمد خان لشکری که با سرداری فرزند تو بود در برابر این لشکر شکست خورد و تلفات زیاد شد و فرزند تو از جنگ فرار کرد، پشت گردانید. دوست محمد خان بسیار میگوید غمگین شد. در حال نزد خانمی خود آمد، نزد زنی خود آمد، گفت خانم گفت فرزند ما گفت در این جنگ شکست خورد و از جنگ فرار کرد، گریخت، چی شرمندگی. این خانم چی گفتند؟ گفتند دوست محمد خان این دروغ است، فرزند من از جنگ فرار نکرده است. این پادشاه گفت من برای تو از منبع‌های اعتمادی خبر داده ایستادم، تو در خانه نشسته میگویی دروغ. مرا از بین جنگ آمدن نفر خبر داد که فرزند تو از جنگ راه گریز را انتخاب کرد، لشکر تو شکست خورد، تو باشی میگویی
فرزند من نگریخته است. گفت من بر تو گواهی میدهم که فرزند تو از جنگ نگریخته است و پشتم نگردانیده است. پادشاه به دل خود میگوید گفت که خیلی زن از در خانه است، برای تسلای دل خود اینا میگوید که غمگین نشود. از بین میگه 2 روز گذشت، شاید 3 روز گذشت، باز خبر آمد دوست محمد خان و آن لشکر بیگانه را شکست داد. الحال این زمان یا زمان دیگر نزد تو فرزند تو حاضر می شود. دوست محمد خان چی خرسندی او را فرا گرفت، دوان نزد خانم خودش آمد. گفت خانم، گفت فرزند ما در این جنگ غلبه و آن لشکر بیگانه را شکست داد. الحال این زمان یا زمان دیگر نزد تو فرزند تو حاضر می شود. دوست محمد خان چی خرسندی او را فرا گرفت، دوان نزد خانم خودش آمد. گفت خانم، گفت فرزند ما در این جنگ غلبه کرد، لشکر بیگانه را شکست داد. الحال منتظر وی هستیم، این زمان یا زمان دیگر در کاخ من، در قصر من داخل می شود. این زن خرسند شدند، مادرشان بودند و گفت من لیکن از یک سیر برای من آگاه کن. وقتی من بر تو خبر دادم که فرزند ما از جنگ گریخت، پشت گردانید، تو گفتی نه وی گریختگی نیست، وی فرار کردگی نیست. آیا این یگان حکمتی دارد؟ این زن یا برای تو گفت یگان الهام آمده است، یگان خواب دیدی؟ گفت نه، گفت الهام برای اولیاها هست، من زن پادشاه هستم، از کجا بر من الهام می آید؟ زاره کرد، تولا کرد که برای من آشکار کن، تا از کجا درک یافته که فرزند ما از جنگ نگریخته است؟ میگوید این خانم اول خودداری کرد، نگفت و بعدا گفت مادام این قدر تولا و زاره داری، من برای تو خبر میدهم. وقتی این فرزند در شکم من پیدا شد، من نزد خداوند عهد و پیمان کردم که پروردگارا 9 ماه من از خوراک حرام پشت بگردانم. من لقمه حرام نمیخورم، حتی لقمه مشکوکم نمیخورم. لقمه که ندانم که حلال است یا حرام، از وی هم اعتراض کردم، از وی هم پشت گردانیدم. زیرا میدانم که طلب الحلال فریضه علی کل مسلم، پیغمبر گفتند طلب کردن حلال بر همه مسلمان ها فرض است. کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به، هر جسدی که از حرام آب و تاب می‌یابد وی ارزنده دوزخ است. این زن میگوید من 9 ماه لقمه حرام نخوردم که تا که لقمه من بر خون مبدل می شود و این خون در جسد فرزند می درآید و تأثیر خود در این فرزند می رساند. البته اگر مادری که لقمه حرام خورد، وی لقمه به خون مبدل می شود، در جسد فرزند داخل می شود و لقمه حرام در جسد آدم مسلمان وقتی که داخل شد، وی چیکار می کند؟ 9 ماه اعتراض کردم، 9 ماه از لقمه حرام دور بودم و این فرزند به دنیا آمد. و ای شوهر گفت میدانی که پشت گردانیدن در جنگ این بی نهایت امر قبیح هست، این بدبختی هست. اگر تو میگفتی که فرزند تو در این جنگ شهید شده است، من باور میکردم، لیکن پشت گردانیدن در من باور نکردم، زیرا این من به لقمه حلال به وای رسانیدم. این فرزند از لقمه حلال وقتی که به دنیا آمده است و به لقمه حلال وقتی پرورش کردم، این شجاعت و دلیری همه در وجود این فرزند تسلیم شدگی بود. محمد طیب میگوید که در پایان همین قصه، وقتی که زن پادشاه وقتی که پرهیزکار شده توانیست، متقی شده توانیست، پس زن آدم عادی چگونه پرهیز کرده نمیتواند؟ وقتی زن پادشاه که تمامی نوش نعمت دنیا در نزد آنها مهیا است، بازم این وقتی که وی پرهیزکار شد، وی لقمه حرام در وجود خود که راه نداد، پس زنهای ما و شما آیا نمیتوانند؟ میتوانند.
این برادری که از ما درخواست کردن اگر برای فرزند با حیا و خدا ترس اگر تو مقصد داشته باشی، یگانه می توانی که لقمه حرام بر خانت حاضر نکن و زنی خودم تعلیم ده که از هر لقمه های حرام استفاده نکند، انشاءالله فرزند سالم و صالح در خانه تو پیدا می شود. من یک منظره را هیچگاه فراموش نمیکنم. در یک کست ویدیویی که برای خنده ماندن اونم، که یک منظره خنده آور بود و هم مصیبت آور بود، من همون هیچگاه فراموش نمیکنم. وقتی زنی را دیدم حامله‌دار بود، در همون کست حامله‌دار بود و همان شکمش آشکارا نمایان بود. یک معرکه هست، بچنان رقص دارد، حامله است، ممکن که همین روزهای نزدیک باید تولد کند، لیکن به نهایت همون معرکه رقص همون آباد گرفته است، رقص دارد. وقتی زنی که در حالت حامله با این عملهای درشت ناخوب وقتی دست میزند، فرزند او چگونه فرزند میشود؟ اگر وای دختر تولد کند، چی بچه تولد کنه، مثل خودش یک رقاصه است، این چی دیگر؟ وای دیگر یگان فایده نه در اسلام و نه در جامعه نمیاره. اگر زنهای ما و شما در حالت همون فرزندها در شکمشان بدن، پرهیزکار باشند، با نماز باشند، خدا ترس باشند، انشاءالله از اون فرزند ما و شما در آخر یک برکت میابیم. و الا اگر بیراه باشند، غیبتگر باشند، کوچگر باشند، از اون دیگر تو فرزند خوب طلب نکن که زن به منزله زمین است. چگونه ای که همین زراعت ما و شما در زمین میپرتاییم که زمین و یک قوت میدهد، زمین و یک میرویاند، انا زنم به منزله زمین است. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. با بایدام الله. سوال: موی سری که ما جوانان نیمش را بریده خود را زیبا میکنیم، این مو به نام تیتانیک مشهور است، جایز است کردنش یا نه؟ سوال دوم: حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همگی 93 سال عمر داشت، 63 سال در دنیا، 30 سال دیگر در شب معراج. حقیقت دارد یا نه؟ یعنی این برادری که اولین سوال کردن که ما جوانها امروز مویهای سر یک قسمش میگیریم یک قسمش نمیگیریم که به نام تیتانیک مشهور است. اصلا موی سر که حدیث ابو هریره هست، پیغمبر خدا میگوید من کان له شعر فلیکرمه، هر کسی که اگر موی سر داشته باشد بایستا که موی سر پاکیزه نگه بدارد. یعنی داشتن موی سر این گناه نیست، داشتن موی سر این غلط نیست و تراشیدن موی سر هم غلط نیست، خطا نیست، بلکه وقتی که شما موی سر دارین و موی سر دوست می‌دارین، باید که باید تازه نگه بداریم، پاکیزه نگه بداریم. این همچی است، سنت است. چی موی سر ماندن، چی پاکیزه نگاه داشتنش سنت است. این هیچ گناهی در اسلام ندارد. لیکن یک قسم موی سر تراشیده می شود، یک قسم سرش تراشیده نمی شود. یا اینکه مثال وقتی کودک تولد می شود، یک حق پدر همین است که موی سر کودک باید تراشد و مقدار همان وزن موی سر باید که طلا دهد، شاید 1 گرم یاید، شاید نیم گرم یاید، و یا به سامانی میگرداند، در فقیرها و مسکینها تقسیم میکند. همین بعض کودک ها را میتراشند و در پس موی سری و یک دمچک میگیم و یک دمچکی میمانند دراز. همین ها را پیغمبر چی گفتند؟ چی همین تیتانیک و چی همین دمچکی که از پس سر کودک میمانند. این حدیث ابن عمر است که هم بخاری روایت میکند هم مسلم روایت میکند. پیغمبر گفتند که ابن عمر میگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم ینهى عن القضع، پیغمبر خدا از قضع من کردند. من شنیدم، میگوید عبدالله ابن عمر، از قضع من کردند. قیل لنافع ما القضع، حضرت نافع را پرسیدند قضع چی هست؟ یحلق بعض رأس الصبی و یترک البعض،
پیغمبر گفتن بعضی سرش را می تراشد و بعضی سری او را باقی می ماند. این را قزع می گویند. پیغمبر از این قزع تمام امت خود منع کردند. از این خاطر از همه جوانها همان طریق پس کردنی که یعنی در دوره های شوروی بود که همه یک زیل پس می کردند، امروز ما و شما تقلید میکنیم. تقلید داریم به همون کافرهایی که امروز چی یک مصیبت کلان بالای مسلمان ها آوردگی هستند. همون اکتیارهای امریکایی که همین تیتانیک و باز دیگر نمودهایی که برآمده است اونها مثال در سری خود دارند. امروز مسلمان ها همونها را دیدند تقلیدی بر اونها کرده ایستادند. این گناه است، این گناهگار میشوید شما. کسی میخواهد پاکیزه تراشد و اگر نمیخواهی یک رنگ همشه یک زیل پس کن، این بهتر است از او یکی نیمی سر تراشیدگی و بالای سر در یک قسم هست. یا اینکه امروز همون یهودی ها را شما نگاه کنین، در بین یک شاخ میگذارند دو طرف میتراشند. همون آیسته آیسته امروز تیتانیکش آمد، فردا همون شاخش هم در بین ما و شما پیدا میشود و این شرمندگی است. ما نخواه که در کافر پیرو شویم، نخواه ما تقلیدی در یهودی کنیم. همون یگان یهودی لباس شما را و همین طرز عرف و عادت مسلمان قبول میکند و قبول نمیکند و این کار برای خودش پس میشمارد که لباس یک مسلمان را بپوشد. امروز ما و شما تقلیدی با اونها میکنیم. این به نهایت گناهگار میشود. همان آدم سرتراشه که همینها را به این احوال میکند وی هم گناهگار است. خدا در قرآن میگه تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما یک برادری مسلمان در کار ثواب یاردم کنین، در کار گناه یاردم نکنین. پریگ مخر آوردن دخترها من کمی کرده بود که امروز بچه ها به این احوال زدن. چی در تراشیدن موی سری بچه ها، چی در روز نکاحی که به یک بچه شما دختر میدهین دخترتانه که سرتراش ها را میارین ابروهاشون را باریک میکنن، در چهره های روی های اونها چقدر کریم ها و چقدر کراسکه ها را میشکن، موی های سری اونها را پیشا و پسا را میبرن. اینها در پدر مادر گناهگار هستند. اینها در شما اهمیت دید. باور که بے پروایی نکنیم. به خدا قسم اگر همین بے ناموسی و همین بے پروایی ما و شما باشد، دخترهای ما و شما همین 5 سال پس از غربی ها میگذرانند. 5 سال بعد دیگر از غربی ها میگذرانند. این معرکه های افلاسی که در بین ما و شما پیدا شده است. همه این در کلانترها البته گناهگار هستند. اگر پیش راه این کار نگیرن، بے پروایی کنن، غیرت اسلامیشان نشان ندهن، همش گناهگار میشویم. السلام علیکم داملای محترم. شیرین سخن از شما یک چیز را پرسیدنی هستم. آیا مایه گوساله را خوردن درست است یا نه؟ همین گوشت حلال ماندگی شما همیدون به هر یک آی قدر گوسفند خدا حلال کرده است، گاو حلال کرده است، مرغ حلال کرده است. این قدر نعمت حلال خدا ماندگی شما یک چیزهای را سوال میکنید. امیر 3 بار شد میپرسد. آی قدر هوس داشته باشی رفته خوردن بگیر، حرام است. طبیعت آدم مسلمان نخواه که مایه گوساله و مایه بقه و دیگر خورد. این قدر مثال طبیعت مثال غلیظ پلید است. السلام علیکم داملای عزیز. با سوال من جواب گویید. از پس آدمی که زنش را طلاق کرده است آیا نماز خواندن جایز است یا نه؟ یعنی آدمی که اگر زنش طلاق کرده باشد و در همون داخل باز امامی باشد که از اون ده افضل و بهتر باشد، این صورت ده از پس این امام نماز خواندن کراهیت دارد. یعنی در دل تو که شک شبهه هست، از این خاطر نماز تو اگرچه مقبول میشه در نزد خدا قبول است از روی فتوا، لیکن مادام شک شبهه که داری در نماز کراهیت پیدا می شود. اگر امام از اون دیده بهتر و افضل تر باشد،
مرحمت اون پیش درارن، لیکن اگر نباشد وای نماز خوانت باقی ندارد. در نماز شما طلاق کردن زن او به نماز شما هیچ ضرری ندارد. درود و رحمت خدا بر شما باد. من یک خواهش دارم و از شما مصلحت گرفتنی هستم. من در ماه ایول خانه‌دار می شوم و می خواهم که خداوند فرزند بر من دهد که او با شرم و با حیا و خدا ترس باشد. آیا این یگان راه دارد؟ یعنی این برادر می گوید در ماه ایول من خانه‌دار می شوم و از جانب خداوند فقط خواهان آن هستم که یک فرزندی با حیا و فرزندی خدا ترس برای من نصیب گرداند. آیا این یگان راه در اسلام هست؟ در اسلام برای زندگی نیک را، برای یعنی زندگی کردن بی نهایت برنامه های زیاده وجود دارد.